کینوتئاتر از همه بزرگ دوشنبه پر از تماشابین است. دیدن فیلم رایگان است و می شود گفت فیلم توجه تماشابین را جلب کرده است. به نمایش نوبتی فیلم اساساً خوانندگان مکتب ها و دانشجویان آمدند که آنها را مأموریت سفربر کرده است. تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی گیم اساسی ما را به اینجا فیلم تماشا کردن آوردن. فیلم پرزیدنت مردی راه. ما از دانشگاه سایوانی تاجیکستان برای فیلمی دعوت کردیم اومدیم کلش تربیت کنیم. کدوم فیلم تماشا کردیم؟ فیلم حالا نمیدونم چه فیلم. معلوم نیست. می‌دونیم با ببینیم. فیلم مستند از سالهای دشوار جنگ شهروندی در تاجیکستان و نقش اساسی پرزیدنت امام علی رحمان برای خاتمه دادن آن قصه می‌کند. مؤلفان همچنان خدمت رئیس جمهور را در رشد جمهوری پس از انجام جنگ تصویر کردند. قبل از شروع فیلم به جوانان فهماندند کی سببگار جنگ شد. در نتیجه جنگ شهروندی حدود 150,000 نفر کشته شدند. 150,000 اکثرا جوانان بودند. زیاده از 10 میلیارد دلار به اقتصادیات دولت ما اثرات ضرری اقتصادی وارد گردید. فیلم مستند درباره رئیس جمهور امام علی رحمان نخستین نیست. در سالهای گوناگون تقریبا همه تلویزیون‌های دولتی چنین مستندها را تهیه کردند. با گفته کارشناسان مقامات با همه نیرو تلاش دارند آبروی حکومت را نگه دارند. در این مستند مقامات به طور عینی به ساکنان نشان می‌دهند که به شرافت کی آنها امروز زندگی آرام و آسایشته دارند. من فکر میکنم قشر فعال جامعه ما خوب میداند که رژیم های افطاریتری و نظام های توتالیتری از اصول های گوناگون مغزشویی استفاده میکنند. بر رشد کش شخصیت و مقدس نشان دادن رهبریت کشور کوشش میکنند، اما طور تجربه نشان میدهد چون این تجربه ها جایگاه خوب نیافتند و ثمره بخشی خود را ثابت نکردند. مستند مردی راه که با فرمایش تلویزیون دولتی سفینه به نوار گرفته شده است، طبق دستور نه تنها در کینوتئاترها بلکه در تمام مؤسسات تعلیمی و دانشگاه‌ها نشان داده شد.